سلام، به کانال ماورا خوش اومدید. من لیلیم و امروز درباره موضوعی صحبت می‌کنم که شاید برای بعضی‌ها فقط یک کنجکاوی باشه، ولی برای خیلی‌ها تجربه‌ای تلخ و پر از پشیمانی بوده. موضوع ما رفتن پیش ساحر، دعانویس یا جادوگره. سوالی که باید از خودمون بپرسیم اینه: آیا واقعاً این کار کمکی به ما میکنه یا فقط ما رو از خودمون دورتر میکنه؟ بریم با هم عمیق‌تر بررسی کنیم. آدم‌ها وقتی احساس ناتوانی میکنن دنبال راه‌های غیر عادی میرن. وقتی کسی عشقشو از دست داده یا پولی از دست داده یا مریضی گرفته که درمان نمیشه، احساس میکنه فقط یک راه مونده: رفتن پیش کسی که بقیه اسمشو گذاشتن ساحر، استاد یا دعانویس. گاهی هم از ترس طلسم یا چشم زخم یا برای کنجکاوی درباره آینده پیش این افراد که ادعا میکنن میدونن یا قدرت دارن میرند. ولی پشت این ظاهر قشنگ چه واقعیتیه؟ ذهن انسان قدرت عجیبی داره. اگه کسی باورکن طلسم شده، حتی اگه هیچ اتفاقی نیفتاده باشه، ممکنه دچار درد، ترس یا بدبختی شه. به این میگن اثر نوسیبو تلقینی که باعث آسیب واقعیه. ساحرها از همین استفاده میکنن. با چند کلمه خاص، چند حرکت نمایشی، ذهن طرف مقابل رو میبرن به جایی که خودش رو تخریب میکنه. خیلی ها بعد از این جلسات احساس کردن که زندگیشون بدتر شده. خوابی دیدن که نمیدیدن، صدایی شنیدن که واقعی نیست و حتی حس کردن که تنها نیستن. بعضی از اونها دچار وسواسهای شدید شدن. بعضی‌ها دیگه نتونستن با خانواده یا دوستانشون ارتباط بگیرن و یه عده هم وارد فضای تاریکی شدن که بهش میگن وابستگی ماورایی، یعنی باور کردن این که بدون اون فرد زندگیشون پیش نمیره. اینجا دیگه مسئله فقط ذهن نیست. اینجا یه در به سمت تاریکی باز شده، غیره و بستن اون در خیلی سخت‌تر از باز کردنشه. ساحرها معمولاً یه چیزو خیلی خوب بلدن: سوء استفاده از ناامیدی آدم‌ها. یه دعای ساده، باز کردن بخت و غیر فلان مبلغ و وعده هایی که تمومی ندارن. در کنار پول گاهی از اعتماد، از تنهایی یا حتی از بدن افراد سوء استفاده میشه. خیلی ها بدون اینکه بفهمن وارد بازی میشن که روحشون رو ازش بیرون نمیتونن بکشن. ممنون که تا آخر این ویدیو با من بودی. اگه دوست داری بیشتر درباره ماورا، خطرات پنهان و راههای آگاهی حرف بزنیم، کانالو سابسکرایب و دنبال کن. اینجا جاییه برای کشف حقیقت‌های پشت پرده. توضیحات بیشتر در ویدیوهای بعدی. سپاسگزارم.